چطوری جواد؟ چه کلاهی گذاشتی؟ مال رحیم صفویه. بد میاد. پور محمدی هم برید داره؟ آره بریدنش. از اول که اون تاقچه رو پیشونیش رو دیدم فهمیدم به درد سریال جنگجویان کوهستان میخوره. شبیه کاچیو بود، اینطور نیست؟ بیشتر شبیه شیپورچی تو پسر شجاع بود. بلا نسبت شیپورچی. به هر حال متشکرم. شبیه پلنگ صورتی یا؟ اوه سردار اومد. چطوری اسی؟ مخلصیم. چه خبر؟ خبرها پیش شما سردار. واسه که شما هم ریزش کردین ها؟ از کجا فهمیدی؟ از کت شلوار کرواتتون. درست فهمیدی. تازه صورتتون هم شیش تیغ کردین. مثل جمشید هاشمپور شدین. خداحافظ. اسی در این مورد با کسی صحبت نکن. نمیخوام روح پرفتوح امام آزرده بشه. در ضمن من بعد از این کچه‌واریا بیشتر میبینی. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم ستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان. گریه جدید بود. این یکی رو نمیشه بخش کرد. ننه مرده وزیر اقتصاد بود دیگه. گرونی، تورم. شما دوتا اینجا چی میگید؟ احساساتتون کجا رفته؟ اسی تو چرا آبگونه میگیری؟ خب بریده دیگه. ببین گادمت فرید سنن، تو یکی نمیخواد احساسات من رو لگد بال کنی. صبر کن. به نظر من هر کسی دیگه هم بود اینجوری بود. مقام عظما دیگه نمیتونه ترمز بگیره. هر کسی نمیکشه بهتره بریزه. به پا نریزی. ریختی با جد و آبادت. بربری. ما دوتا سرتیپ هستیم. سرمونو که بریدن تیپمونم که میبینی. حالا چرا خراب شدین سر من؟ روزی 10 تا مثل شما ها میان اینجا که من باید دستشون یه جایی بند کنم. اگه منظورت محسن رضایی و رحیم صفویه که باید بگم اون دوتا تاریخ مصرفشون گذشته. آخه بلوط، آخه شاه بلوط، اونا های فرماندت نبودن؟ 10 شاه مرام داشته باش. چرا باش سرشون اینجوری حرف میزنی؟ آخه چرا؟ برو ببینیم بابا، اونا که اشکم نیستن. نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزنی. ما بریدیم اومدیم فیلم بازی کنیم. خر ما از کرجی دم نداشت. با من نمیتونم کاری براتون بکنم. بهتر همون مشاور مقام عظما بشید. اسی زرقامی، من فکر کردم زبون آدمیزاد حالیت میشه. کاری نکن به خود کشونیمت مثل سردار زارعی بدبخت. به نظرت مقام عظما داره این برنامه رو نگاه میکنه؟ نه بابا، اون الان پای بساط خودشه. ولی خدا وکیلی عجب تیپی پیدا کردی ها. جون میده یه بار دیگه خبر رحلت امامو بدیم. بریدن. این واژه‌ایه که این روزها زیاد به گوش میرسه. مایلم به اطلاعاتون برسونم که وزیر کشور پور محمدی نیز به جرگه بریدگان سینه سوخته نظام جمهوری اسلامی پیوست. و حالا این محمود و مقام عظما هستند که چون تک سواران دشت ولایت به سوی قله‌های هسته‌ای میتازند و میگازند. شب بخیر، موفق باشید. براوو، عالی بود. مخصوصا اون خالی که آخرش بستی. همون قله‌های هسته‌ای رو میگم. براوو. آقا گوش کنید ببینید روزنامه چی نوشته. نوشته خاتمی رئیس جمهور دولت هشتم در یک موضع‌گیری آشکار گفت من دیگر بازنشسته شدم. بابا هی آیون توجه کنید، یه خبر مهم. غلام علی حداد عادل بعد از اینکه یه نامه خشمگینانه از محمود احمدی نژاد دریافت کرد، یک واکنش خیلی خشمگینانه از خودش بروز داد، اونم بعد از سالها. چی؟ چجوری؟ چطور این کارو کرد؟ با گوشه چشمش محکم گذاشت تو مشت آقا محمود. امت کفنپوش، بعد از مجموعه اخباری که درباره وضعیت قرمز نظام شنیدید،
حالا توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش مستقیمی از بیت ولایت. این شما و این صحنه دیدار مقام عظما با عاشقان ولایت. شب بخیر، موفق باشید.